سلام به دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. چه خبرها؟ خب امروز هم اومدیم سیتی سنتر دیره. من که تا حالا نرفتم و خیلی مشتاقم که برم ببینم. امیدوارم که حالا برای هممون خوب باشه و یه تجربه عالی باشه. با من همراه باشه. واقعا الان هوا به شدت فوق‌العاده هستش. در حال اینجا هم ورودیش هستش. خیلی خفنه واقعا، جای جالبی میتونه باشه. خب اینجا هم دوستان سینماش هستش. سینماش خیلی خفنه، فیلم های مختلف میتونی تماشا کنی. اینجا ورودی به سینماست. اینجا هم دوستان میتونی حالا هم بلیط تهیه کنی، هم حالا خوراکی مورد نظرت رو بخری و لذتش رو ببری. میتونه برگر باشه یا یه چیپس عادی. نوشابه هستش، پاپکورن هستش. اینم پاپکورنش که با طعم‌های مختلف هستش که متاسفانه اون خانومه اونجاست و نمیتونم طعم سومش رو بهتون نشون بدم. من ویدیو میگرفتم این دوست عزیزمون اونجا رفته. واقعا از اینجا ازای معذرت خواهی میکنم. امیدوارم منو ببخشه. البته میبخشه، میدونم. یه برای شما ویدیو میگیرم دوستان. و اینجا هم واقعا جای خفنه. تیشرت هایی که داره، کلاه هایی که داره. این خانم هم داره تست میکنه ببینه چی جوریه. این دوست عزیزمون هم اینطوریه، اصلا از دوربین خوشش نمیاد ولی خودش کلی عکس میگیره. نمیدونم مشکلش با ویدیوهای من چیه. از خدات هم باشه تو ویدیوهای من هستی. میدونی من کیم؟ دوستان یکی از جاهای خفن اومدم که آدم فقط میتونه بگه واو، این همه زیبایی به قول شاعر محاله. و سریال پیکی بلایندرز داره و فیلم هری پاتر هم داره که به شدت خفنه. فیلم هری پاتر دیگه اینو مورد علاقمه دوستان. و اینها هم داره، اینها هم داره دوستان. و من تصمیم گرفتم که توماس شلبی بخرم، یکی از شخصیت‌های مورد علاقم که هم عکس کاورم توماس، هم عکس بک‌گراندم. واقعا یه شخصیت فوق‌العاده‌ای داره. این دوست ما هم داره لذت کافی رو میبره دوستان. واقعا داره لذت میبره. چه حسی داری من تو رو اینجا آوردم؟ تو منو اینجا آوردی؟ بله من اینجا تو رو آوردم. تو باید از من تشکر کنی، بگی محمد دمت گرم. ببخشید. خدا کریمه، انشالله احتیاجم میشین انشالله. شخصیت داشته باشه مرد حسابی. فردا خانوادت اینو میبینن میگن چه پسری ما بزرگ کردی. در شأن تو نیستش همچین رفتارایی، واقعا زشته. زورو میخوای بخری؟ یکی میخواش نات واسم خفش تا واسم. اوه باشتم خب مشکلی نی، پولش ماده مواسط بخلم. این دوست منم فکر کنم دوباره رفتش، گمش کردم دوستان. ماشاءالله خیلی پیش بواله، اصلا نمیدونم کجاست. کجا رفتی ای دوست؟ نیستش دوستان. فعلا که باید زنگ بزنم ببینم این کجا رفت. یه لحظه رفت. وای دوستان آبروم رفت. زشت اینجا بخری. فکر کن اومدی مول از دست دوستت که نمیدونی کجاست فقط بخری. دوباره رفت. نرو.
پول فقط دارم میخوام اینجاست یعنی ما میگردیم دوستان من اما شما فعلا داریم عشق میکنیم مگه نه خدا رو چی دیدی شاید فرشا سایلنت رو دیدم نمیدونم به دلم افتاده میبینمش شاید هم برعکس بشه خدا میدونه حالا برم دوستم رو پیدا کنم ببینم کجاست یه زنگی بزنم وای این بنده خدا اصلا رفتش عاشقه برقه پیداش کردم این رفت اونجا من اومدم اینجا مثل راه برگشته من اومدم رفت این اومد برگشت واقعا نمیدونم دسته این چی بگم ببخشید میگم این به هر حال باش راحتم و اینطوریه دمت گرم مردی بله دوستان داریم که فعلا عشق میکنیم اینجا هم به شدت شلوغه داریم حال میکنیم دوستان حال به قول آقای میگفت عشق و حال خرج داره این بچه منه فداش بشم منه بیا لپ تو بگیرم بیا لپ تو بگیرم به بزرگتر از خودت داری اینطوری رفتار میکنی فقط میخوام به قدم دستش آقا خب کجا میری؟ نرو یعنی به جرئت میتونم بگم دوستان این ویدیو واقعا یکی از ویدیوهای عجیب و غریب خواهد بود از اونجایی که تلفن من شارژ نداره و من تو راه که بودم 65% شارژ داشتم الان 23% و الان باید چیکار کنم دوستان نمیدونم این ویدیو کی بخواد آپلود بشه اصلا کی باید ادیت بشه هیچی نمیدونم فقط اینو میدونم که الان 23% بیشتر شارژ ندارم فعلا که با من همراه باشید ببینیم چی خواهد شد تهش خب دوستان بار سومم شد که دوستم رو دوباره گم کردم من همش خب درگیر ویدیو گرفتنم اینم یه دفعه میره واقعا نمیدونم باید چی کار کنم و چی بگم و الانم نیسته این وضعیت ماه دوستان فعلا و با این وضعیت بعد همینطوری ادامه بدیم یه خدا میدونه که تهش چی میشه ای دوست عزیز تو کجا بوده ای؟ ای عشق من خب دوستان ما هم بالاخره اومدیم برای یه جا نشستن و فکر کنم اینجا ایرانی زیاد باشه و منم خجالتی اصلا روم نمیشه ویدیو بگیرم واقعا کار سختیه دوستان خیلی کار سختیه که آدم خجالتی باشه و اونجا ایرانی هم باشه و نتونه راحت حرفشو بزنه ولی ویوش دوستان خفنه ارزش ویدیو گرفتن واقعا داره خب منم دوستان اینو سفارش دادم دوستم نون خالی و این اصلا وقتی دعوتش میکنم چیزای خیلی خوبی میل میکنه فکر کنم خوشمزه باشه دوستان هنوز نخوردمش باید بریم پایین این دوست عزیز ما اصلا از دوربین بدش میاد ولی خودش Mamma, ma come una conta non si come il day. همه بهش میگن ولی خب پسر خوبیه پیجشو میذارم حتما فالوش کنم یه خورده اینطوری بیشتر عکس بگیره 1000 تا فالوور دارم با همسالتون میشه 200 تا یه جمله هستش همیشه اگر با من بدی باید افتخار کنی باید تو باید بلاک کردی پیجم بابا تبلیغ اومد اتفاقا پیجم بلاک شده دوستان با افتخار 24 ساعت بلاک شد بعد 24 ساعت به لطف یه ایمیل برگشت بله خب دوستان اینم از ایستگاه هایی که هستش حرف نزن بدا برجمان ما قراره بریم برجمان دوستان سبکو
خودمون یا یاد چکتش من امریکا. انگلیس والا ساختمانی خیلی تو انگلیسون بینه نه چه ده فیلم انگلیسون بینه دلم بله دوستان ما اینجاییم فعلا. خب دوستان ما میخوایم شانس رو امتحان کنیم ببینیم امروز شانس با من یا با ایشون یار هستش یا نه. امیدوارم که حالا ایشون شانس داشته باشه. بریم که اتوبوس اومد. بله دوستان اینم از اتوبوس UAE یا همون امارات متحده عربیه. بله ادنی ای خدا من الان 4% موبایلم بیشتر شارژ شد. خب دوستان موبایل من 4% بیشتر شارژ نداره. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال شدم که ویدیو براتون گرفتم. با یک ویدیو دیگه خداحافظ. اگر شد براتون از دوربین ویدیو میگیرم دیگه نمیدونم چی میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و با یک ویدیو دیگه خداحافظ.